الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. برادران محترم، خواهران عزیز، الله متعال یک سوره کوچکی که سوره عصر است، در این سوره مبارک مسئولیت های یک انسان مؤمن واقعی را بیان میکنه که امام شافعی رحمت الله علیه میگه که اگر از کل قرآن امی یک سوره نازل میشد که سوره عصر می بود و در این سوره یک انسان مسلمان دقیق تدبر میکرد و ایره مفهومش میفهمید، امی بر از این کفایت میکرد. یعنی ای که سوره والعصر سوره جامعه هست که مفاهیم بسیار قوی داره که اگر این سوره را انسان درست تدبر بکنه و به هر نکته که سوره اشاره کرده ایره درست بفهمه، این میتونه یک مسلمان واقعی و حقیقی باشه. خصوصا در عصر امروزی که ما و شما زندگی میکنیم، فهم از این سوره برای یک مسلمان بسیار ضروری است. در اول الله سبحانه و تعالی قسم یاد میکنه که والعصر. حکمت چی است که الله قسم یاد میکنه؟ و باز حکمت چی هست که الله به عصر قسم یاد میکنه؟ انسان مسلمان وقت مسلمان حقیقی می باشه که در حروف قرآن، در کلمات قرآن، در آیات قرآن، در سوره های قرآن از هر کدام از این تدبر بکنه، حکمتایش به شکل سوالیه از خود پرسان بکنه و از هر کدام از یک درس بگیره. اگر نه که قرآن بخوانی و سر هر آیت از این فکر نکنی، سر حتی کلماتش، حتی حرفایش، ببین واو حرف قسم است. از حرف قسم ما در سوره عصر چی درس میگیریم؟ درس میگیریم که الله متعال وقتی یک موضوع کلیدی قوی اساسی رو بر ما بیان میکنه، الله قسم یاد میکنه. ای مسلمان، الله خطاب میکنه برای این مسلمان که ای مسلمان، ما با این عظمت و بزرگی و جلال و کبریای خود برای تو بنده ضعیف قسم یاد میکنم. نیازی به قسم ندارم، ضرورتی به قسم ندارم، اما به خاطر ازی که در مقابل این آیاتی که برای تو نازل میشه بی تفاوت نباشی، برات قسم یاد میکنم. خدا کوچک نساز، ضعیف نساز، بی شعور نساز، بی عقل نساز، بی فکر نساز. دقیق سر از این آیات قرآن تدبر بکن. از یک کلمه واو ما این درس میگیریم. از کلمه عصر بهترین فهم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که میدیدن که الله در قرآن قسم یاد میکنه به عصر، در جای دیگه قرآن قسم یاد میکنه به ولیال عشر، به شبهای دهگانه، باز قسم یاد میکنه به ضحی، باز قسم یاد میکنه والفجر، و فجر. پس در چندین آیت قرآن الله به وقت قسم یاد کرده. پس از اینجا درس میگیره که یک انسان مسلمان متمدن اون مسلمان است که برای وقت خود ارزش بده. آیا تو مسلمانی که میگی من مسلمان هستم، تو مسلمان حقیقی قرآنی هستی که برای وقت ارزش بدی؟ مسلمان ها چه وقت
سقوط کردن. وقتی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم مفهوم قسم الله را به وقت الله قسم یاد کردن، ایره درک میکردن. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهمیدن که ما از ثانیه عمر خود ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بزرگترین نعمت الله وقت است. از ثانیه عمر خود استفاده میکردن. به این خاطر با وجود از اینکه وسایل وجود نداشت، بیرق لا اله الا الله را در اروپا رساندن. حتی میگن تا جنوب پاریس مسلمان ها رسیدن، در قلب اروپا مسلمان ها بیرق اسلام بالا کردن. و امروز هم در بسیاری از مناطق اروپا، یکی از استادا گفت ما یک سفر میگه با اسپانیا داشتم، میگه یکی از پروفیسورای اسپانیا برای ما گفت که میفهمی که قبر چند رهبر شما در اونو کو قرار داره. این صحابی موتر نیست، طیاره نیست، وسایل ترانسپورتی بسیار ضعیف است، اسب است یا شتر است یا پای پیاده هست، ولی اسلام تا به اونجا میرسانه. به خاطر چی میرسانه؟ به خاطر ازی که میفهمه که وقت پیشش ارزش داره. ما و تو چرا عقب مانده هستیم؟ اسلام در خانه خود رسانده نمیتونیم. دشمن اسلام فهمیده time is gold، وقت میگه طلا هست، اما ما و تو میگیم وقت، چون قرآن نمیفهمیم. این وقت در کتابای بسیاری از کسا بخواین، در قسمه احمد به محمود گفت، قصه امروزی با شما، بیاین که وقت خود را بکشیم، لنقتل وقتنا. چطور وقتتان بکشین؟ بیکار هستیم، چیز نداریم، مصروفیت نداریم، چه قسمی هم وقت تیر کنیم؟ بیا یک مصروفیت پیدا کنیم. دشمن اسلام برای ما اونمو کمسایی سابقه را جور میکنه در بین موبایل، نامش میمانه لدو. او که کمسایی میزد تا دیروز لچک بود، لندغر بود، قمارباز بود، بی تربیه بود، بی ادب بود، منفور در جامعه بود. اما امروز به اساس جنگ فکری ای که در موبایل خود کمسایی میزنه، خوب آدم است، مترقی است، متمدن است، از وسایل تکنولوژی استفاده میکنه، پالانش تغییر دادن. یک پالانک است برای او جنایت دیروزی. پس مسلمان چه وقت عقب مانده شد که ارزش وقت خود نمیفهمه. جوان مسلمان وقت خود را چی سپری میکنه؟ او جوانه که دشمن اسلام او را استخدام کرده، به نفع استعمار کار میکنه، استعمار برش میگه که تو باید از صبح تا 10 بجه شب کار کنی برای من، باز ما برای تو معاش میدم. یک ثانیه وقت بیکار نداری، از پیشش تعهد میگیره که من تو را $500 معاش میدم، تو را $1000 معاش میدم، خود تو باید برای من این قسم کار بکنی. روز جمعه کس میگه روز جمعه پیش شما فرایده است، پیش ما رخصتی نیست، به نماز جمعه هم رفتن نمیتونی، تو باید کار کنی و گزارش بدی که چی کار کردی. این حال او با تعهدی که با یک کافر کرده روزانه 18 ساعت 19 ساعت کار میکنه. و این مسلمان، جوان مسلمانی که با الله تعهد کرده که یا الله به غیر از احکام تو قانون کسی دیگه بالای خود تطبیق نمیکنم، این جوان در چی مصروف است؟ در چیز مصروف است که نه به اسلامش به درد میخوره، نه به آخرتش به درد میخوره، نه به دنیاش به درد میخوره، نه او را متمدن میسازه، نه او را دانشمند میسازه، نه او را عالم میسازه، بلکه اینمی جوانه که به اساس بی‌تفاوتی در وقت خود به کارهای بیهوده مبتلا هست. اونمو جوان بیدین قدرت میگیره، سیاست میگیره، حکومت میگیره، حاکمیت میگیره، و ای باز پیش از اون میره ریزی خدا پیش میکنه که مرا چپراسی بگی، مرا خدمتگارت بگی، مرا در مؤسسیت بگی.
خیلی است میزایت جارو میکنن، پاک میکنن، اتاقت جارو میکنن و بالاخره باز دیگر روز باز میگه والا صاحب ما مسلمان ها عقب ماندیم، ما مسلمان ها قدرت سیاسی نداریم، ما مسلمان ها قدرت فیزیکی نداریم، ما قدرت علمی نداریم. وقتی که تو باید از مغزت کار بگیری و مغزت در چیز مثبتی که تو یک دانشمند بسازه دو نیست. میگه وقتی افتاد فتنه در شام، سعدی رحمت الله علیه میگه وقتی افتاد فتنه در شام همه از گوشه فنا رفتن، روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتن. مردمایی که در اطراف بودن دانشمند بودن آمدن چی شدن؟ وزیر شدن. پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتن. پس وقتی که جوان مسلمان آیات قرآن هم میخوانه که الله برش میگه وقت تو بسیار با ارزش است، آیا کدام جدول برای وقت خود داره که ما وقت خود چی تیر بکنم؟ اگر این جوان مسلمان واقعی باشه، برای قرآن وقت بده، برای سنت وقت بده، برای فهم دین وقت بده، برای عبادت وقت بده، برای علم وقت بده، برای دانش وقت بده، برای الایمان و بدعن و سبعون شعبتن وقت بده، و حتی اگر سپورت هم میکنه و ورزش هم میکنه نیت خود جور بکنه، بگه یا الله ما میخوایم که ورزش بکنم تا قوی شوم، در روزی که جهاد فی سبیل الله در ضد کفار میشه ما بتانم با همه قوت خود از دین خود، از ایمان خود دفاع بکنم. که همین تمرین های ورزشی هم، حرکت های ازی هم، هر حرکت ازی در حسناتش گذاشته شد، ولی بر هر کدامش باید وقت داده شود. اگر ما وقت بمیتم از این نیم ساعت باشه، اگر نیست ما نیم ساعت سپورت میکنم، یک ساعت چکر میزنم، یک ساعت فکایی میگم، یک ساعت دیگه هم درام میرم، 3 ساعت 4 ساعتم در یک سپورتک نیم ساعته تیر میشه. وقتی که پس آمدم در این خودم مصرف کو، در اون مصرف کو، خدا در اون مصرف کو، یک وقت ما پوره شدم. چی استفاده کردم؟ چه عبادت الله را کردم؟ بر نماز وقت نداشتم، برای مسجد وقت نداشتم، برای علم وقت نداشتم، برای فهم قرآن وقت نداشتم، برای فهم سنت وقت نداشتم. وقتی که تو این طرف ماندی چی میشه؟ الله میگه در قرآن و جاء الحق و زهق الباطل. باطل خود وجود داره، باطل خود هست، باطل خود تاریکی خود هر جای میگیره. وقتی که آفتاب برآمد خود به خود تاریکی از بین میره، وقتی که نور آمد ظلمات از بین میره، وقتی که تو تقوا اختیار کردی گمراهی از بین میره، وقتی که جاء الحق شد انصار حق زیاد شد، انصار باطل چی میشه؟ خود به خود نابود میشه. اما وقتی که کسانی که مسلمان از دیندار است، این خودش در خرافات، در کشتن وقت، در ضایع کردن وقت خود سپری میکنه، کار کی میکنه؟ در مسندی که این قرار بگیره و دیگران را به طرف حق دعوت بکنه، او دشمن الله و دشمن رسولش قرار میگیره و بازمه گمراهی را چی میکنه. الله میگه والعصر ان الانسان لفی خسر. این یقین داشته باش الانسان. حالا بسیاری کسا هست فلانی مولوی صاحبتو کرد، فلانی شیخ صاحبتو کرد، فلانی صاحبتو کرد، فلانی تو کرد. او برادر محترم، اگر تو قرآن خواندی، در قرآن نمیگه که ان المولویین لفی خسر، گفته ان الانسان. پس وقتی که انسان میگه اول از خود شروع میکنم که من در زیان هستم. اگر من انجینیر هستم، اگر من دکتر هستم، اگر من عالم دین هستم، اگر من عالم ساینس هستم، اگر من مستری هستم، اگر من تجارت میکنم، اگر من دکاندار هستم، اگر من هرگز متعلم هستم، محصل هستم، پیشاور هستم، در هر رشته که هستم. الله گفته ان الانسان. الانسان الف لام میگه الف لام جنسی، یعنی جنس انسان. زن است و مرد است، سیاه پوست است یا سفید پوست است، دکتر است یا انجینیر است، عالم است یا عالم نیست، دکاندار است یا نجار، لفی خسرن، کلشان در زیان هستند. چه قسم در زیان و نقصان هستیم؟ یک زیان و نقصان بزرگی نمی هست که
یک انسان روزانه 86400 یونت عمر داره. در 24 ساعت شما در ماشین حساب بزنین، به دقیقه و ثانیه مبدلش کنین، روزانه 86400 یونت عمر تو هست. این 86400 یونت عمر تو در 2 بانک ذخیره میشه. یا این ثانیه های عمرت در شیطان بانک روان کردی، باز اونمو ذخیره شیطانی تو در روز قیامت کشف میشه، و یا در رحمان بانک ذخیره کردی و باز اونمو مقداری که در رحمان بانک است و شیطان بانک است، هر دویش چی میشه؟ در ترازوی میزان گذاشته میشه. و باز خودت ببین که امروز در طول هفته چند یونت عمرت در بانک شیطان فرستادی، چقدرش با اون دوها تیر کردی، با سریال های هندی، چقدرش با سیکولارهای بیدین بی حیای ترکی تیر کردی، چقدر چشمتی فیلم های باطل دید، چقدر گوش تو حرام شنید. پس کل از در شیطان بانک برات ذخیره هست. عمر رضی الله عنه میگه حاسب نفسك قبل ان تحاسب. خودت محاسبه بکو پیش از اینکه محاسبه شوی. اگر یک نفر یک هفته شیطان بانک و رحمان بانک خدا مصرف بکنه، ببینه خلاص. یا فکر کو یک نفر یک تعمیر داره که 86400 خشت داره و این خشت ها و این یونت ها تو اگر خواسته باشی نخواسته باشی مصرف میشه. این از این تعمیر عمر ازی که هر روز 86400 خشت سقوط میکنه. وظیفه تو چی هست؟ چند خشت ازیره برای آبادی آخرتت کار کردی که خانه آخرتت جور شود، و چند خشت ازیره امی قسم انداختی 200 خشتش اون دو از پیشت برد، 200 خشتش سریال ترکی برد، 200 خشتش قشتی کج برد، 200 خشتش قیلون خانه برد، 200 خشتش آهنگ برد، 200 خشتش آهنگساز برد. بالاخره یک وقت سعی میکنی که 86400 خشتی که از عمر تو چیز شده، اینه والعصر میگه که این خشت های عمرت در تعمیر آخرتت بگذار. اگر این خشت های عمر تو در عبادت الله، در اطاعت الله، در معرفت الله، در ذکر الله، در فکر الله، در عبادت الله سپری شد، او برای آخرت تو محفوظ است. اگر مخالف ازی بود، بفهم که خانه آخرتت بری سعی بکنی که در آخرت خانه وجود نداره. تمام یونت ها هر کس که بردن والعصر ان الانسان لفی خسر. چرا به طرف خسران؟ اینمی خسران هست. یک نفر هر روز 86400 افغانی سرمایه خود از دست بده، نقصان چه فایده هست؟ اگر یک نفر 100 میلیون داشته باشه و هر روز 86400 از بین رفته میره، پس این معنای ازی است که به طرف نقصان در حرکت هستیم. چرا؟ به خاطر ازی که انسان با هر قدمی که میگذاره، مثلا برات 5 میلیون قدم گذاشته شد، هر روز 86400 قدم عمرت به طرف قبر در حرکت هستی. نوبت است. تو میگی مثلا نفر 5 میلیونم هستم، پس تو که در نفر 5 میلیونم هستی، 86400 نفر پیش رفته میره بالاخره نوبتت میرسه. خانه، وظیفه، دبی، کابل، هند، فلانی جای، اما آخرش کجا هست؟ آخرین جایی که میریم قبر است. والموت یأتی بغتة. آمدن به نوبت است، اما رفتن به نوبت است. بسیاری ریش سفید است. کتی یک ریش سفید دین شب شیشته بدم، این ریش سفید جنازه بچه خودم خوانده، جنازه دختر خودم خوانده،
کواسای خدا. یعنی کسی است که هم پیشروش بچهش مرده، هم نواسش مرده و هم کواسش مرده، جنازه کلش خونده. یعنی این برای من یک درس بود که یعنی این گپ سر از این نیست که حالا تو جوان هستی ماشاءالله بازیریش سفید میموره، اونو لالای تاین کواسه خود جنازهش خونده، هنوزم از موتو کده کباب خوبم تا لکس لکس میخوره. پس انسان که است پشت از این نگرده که سن زیاد است یا کم است. کسایی بودن یک هفته فوت کردن که اگر در جمعه گذشته از پیشش پرسان میکردی که برش میگفتی که تو میموری، در خوام نمیدید، در خواب خودم فکر نمیکرد که من میمورم. اما امیال دفته جمعه گذشته زنده بود، دمی جمعه ما شما خبرها را میشنن که فلان مرد فلان مرد فلان مرد، اعلان های فوتی سه قدر نفر مرد، الا بچه کاکایت الا بچه مال فلان نفر. ولی اگر پیش خود از اون نفر شما تصور کنین جدی‌تر، اگه کدام کسی شما میشناسین از این فامیلش پرسان کنین، بگوین که امی فلان نفره که مرد یا کشته شد، در ذهن خود هم در ذهن خود فکر میکرد که شهر کابل است و لوکس است و هتل سیرینا هست و هتل فلانی هست و استایل چه قسم است و نیمه سر باید فوجی جور کنم و دست سر دیگر شدیم. دمی لحظه که ای در امی غفلت است، الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل. قبر چیست؟ صندوق چی اعمال است. قبر میگه برای من بچه کاکای تا پیش نکو، برای من نگو که من بچه پیغمبر هستم یا دختر پیغمبر هستم، برای من بگو در سوره والعصر چی را عمل کردی، ای جای خسرانت است و یا جای کامیابی است. الله میگه در اونجا کسی نجات پیدا میکنه که اینی 4 صفت داشته باشه: آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. باید ایمان داشته باشی. حالا کلگی میگم من ایمان دارم. حالا کلگی کت هر کسی که شما بشینین، ما روزانه کت زیاد جوانا و مردم سر کار داریم، اگر کت 100 نفر بشینی ارصدش به نظر خود مسلمان درجه 1 هست. اما وقتی که گپایش من میشنوم در 100 نفر 2 نفر اگر مؤمن باشه 98% کافر شده و میشه. یک روز کسی گفت فهمی تکفیر چطور مسئله است؟ من گفتم برادر شما آخه میگین که تکفیر نکنید و گروپای تکفیری هست. در اسلام تکفیر است. یک نفر خدا را دشنام بده چی میگیش؟ میگی که مسلمان لالا څنګه؟ یک نفر پیغمبر دشنام میته برش میگی جنتی لالا چطور هستی؟ یک نفر سر قرآن رشخند میزنه، قرآن برش میگه کافر است. و امروز یک تعداد زیاد متاسفانه حتی از جمله کسانی که خود روشن فکر میگیرن در شرایط فعلی ما تاریک ترین مفکرین کسایی هستن که خود روشن فکر میگیرن. روشن فکر کسی است؟ روشن فکر کی هست؟ روشن فکر کسی است که وقتی که مریض میشم میفهمه که من اینی چیز مرا مریض میسازه. یعنی یک نفر بگه من بسیار خوب دکتر هستم ولی نجاست دست میزنه که خودش به مرض مبتلا میکنه، پس خودش دکتر نشد. خب بیچاره نام خود دکتر مانده. دکتر هوشیار خو دستکش میپوشه، پوز خودم بسته میکنه، حتی بوتهای خودم ضد عفونی میکنه. یک دکتر قلب بود در هندوستان، امی دفتر خود که میامد که مرض قلب ساری نیست، نه مرض قلب ساری نیست. اما ما می دکتر میدیم که همیشه میامد کلاگاکش در سرش، لباسای ضد عفونی در پاش، حتی پایش سر میگم یک قسم همین پلاستیکات از سر پایش است. مفتون والا اینمی خوب هوشیار دکتر است، میفهمه که اگر 100 مریض من ببینیم یک دانش حتما مشکل داره، پس خود حفظ میکنه. این حال روشن فکر کسی است. امروز بعضی کسا میگه من روشن فکر هستم، از زبانش
کفر میبرایه، کافر میشه، نمیفهمه که من کافر میشه. فکر روشن خب باید باشه که آدم باید حق با باطل چی کنه؟ تفکیک بکنه. در جریان سوالش وقتی که سوال میکنه، از سوالش معلوم میشه سوالش اینه کافر میسازه. یعنی ما مثلا وقتی که سوال میکنیم میگیم که ببخشید استاد، بر ما ادبی که در مدارس پانتون درس میخواندیم، استاد بر ما میگه وقتی که شما در مسائل شریعت پرسان میکنین نگوین که چرا، برای چی، بلکه بگوین که حکمت چیست. چون در کتاب الله و سنت رسول الله کلش حکمت هاست. الله ذات حکیم است، اما بسیاری حکمت ها رو من نمیفهمم. من حکمت ها رو نمیفهمم. مثلا وقتی من در طیاره بالا میشم سهل میکنم، در این طیاره عوض یک تا ماشین 4 تا ماشین است. یک ماشینش فعالیت میکنه، 3 تا ماشین دیگهش فعالیت نمیکنه. میشه پرسان کنم از پیلوت صاحب، آلیخ یک ماشین بس بود، این ماشین دو میره، برای چی نصب کردی؟ چرا نصب کردی؟ میگم ده چی حکمت است. میگه برادر خب مسائل تکنولوژی است، یک دفعه این ماشین در وسط هوا چی میشه؟ خاموش میشه. خب باز موتور نیست که بری پشت مستری او رو بیاری بگی بیا مستری صاحب موتور ما در فلان جای مانده، یا پشت موتور دیگه چیزی، خب طیاره است. این که خاموش، حکمت همی است که عاجل ایر چالان میشه و کارش رو میکنه. ماشاءالله. در دین کلش حکمت است. در دین کلش حکمت است. ما چند تا حکمت است. روز به روز حکمت های دین ساینس رو کشف میکنه. ساینس رو کشف میکنه. ما 40 سال در اسلام درس خواندیم، ولی در سال 41 یک کسی می یک گپ بر من میزنه، میگه اوه سبحان الله، همین گپ من نمیفهمیدم. این حکمت تو چطور فهمیدی؟ ما 40-50 سال نماز خوندیم، اما نمیفهمیدیم که همین سجده چرا بکنیم. منفعت سجده خود در دنیا چی هست؟ ما خود مسلمان ها عقیده داریم که میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه. پس وقت ما نماز میخوانیم، این نماز ما نه تنها منفعت اخروی داره، منفعت دنیوی هم داره. پس دکتر میبره ما میگه که حالا نمیفهمیم حکمت دنیوی سجده کردن، اخروی خب الله سجده کرده، دنیویش برام چی فایده میکنه؟ این دکتر میبره ما میگه که فلان دکتری که مسلمان هم نیست، این برای مریضای خود وظیفه میده که شما تکلیف عصبی دارین، فشار عصبی دارین، شما مثل مسلمان ها برین 5 وقت نماز بخوانین. خود نماز تقلیدی مثل مسلمان هایی که تقلید میکنه یوار نماز نخوانین. کی باره نماز بخوانیم؟ اونو کسایی که 40 سال کافر بوده بعد از نو مسلمان شده آل نماز میخوانه، اوار نماز بخوانیم. عجب. چرا؟ گفت به خاطر که نفر که 40 سال کافر بود آل نو مسلمان شده، به اساس فهم دقیق مسلمان شد. آلی که به الله نماز میخوانه سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا با معنا میخوانه، سبحان ربی الاعلا، سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لی. باز میدهی کدام کلمه دیگه هم پیغمبر گفته؟ میگه بله پیغمبر صلی الله علیه و گفته که در سجده بگو که سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح. و وقتی که میگه سبوح تنزیه الله را به یاد میداشته باشه، قدوس منزه از عیب ها، ربنا پروردگار ماست و رب الملائکه و الروح. خب دکتر صاحب این قسم نماز مخواندم و هم به شکل چرا مثل مسلمان های از پدر مسلمان نخوانم؟ میگیری خب مادر کلامش برای گفته که سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یک 3 دفعه سبحان الله سبحان الله میگی خلاص. قاری صاحبم که پشت سرش بخوریم تا یک دفعه سبحان ربی الاعلی بگی و قاری صاحب استاد است. آخر گفتیم قاری صاحب، گفتم به خدا در روز قیامت اگر از خرت نگرفتم پیش ذات ذوالجلال پیشت نکردم و انا گفتم که پروردگار کل نمازم خراب کرد، اگر نخوانم تارک جماعت شدم، اگر بخوانم دی چی میکنی؟ حکمتش چیست؟ این پروفسور میگه من پروفسور سایکولوژی هستم،
انسان وقتی که زیاد سرش فشار میه چارج های مثبت جمع میشه کلش اینجا میه، نیزی که انفجار کنی. وقتی که به بارگاه الله سجده میکنی سبحان ربی الاعلا، ای رب اعلا که است در زمین چارج های منفی را گذاشتن. پس چارج های مثبت تو که چارج های منفی یک جای میشه، در دماغ تو چی ایجاد میشه؟ تعادل ایجاد میشه. باز تو زود جنگ نمیکنی، زود دشنام نمیتی، زود قار نمیشی، زود اعصابت خراب نمیشه. باز تو مطابق سوره والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پس وظیفه انسان مسلمان این است که وقتی که ایمان داشتی اعمال صالحه باید بکنی و باید اعمالت همه روزه سر اعمالت فکر بکنی که آیا ما عملی را که انجام دادیم درست است؟ آیا ما و عمل الصالحات، میگین چه الف لام از در الصالحات، یعنی تمام امور نیکی را که الله بر تو نشان داده به اون تو عمل کرده باشی. و عمل الصالحات الایمان بدء و 70 شعبه، باید به 70 چند شعبه ایمان عمل بکنی. تو نیست که در یک رشته آمدی وقتی که نمازت خوبش شد یا کمک خوبش خواندی صحیح خواندی، باز یه قرار شیطان برات میگه که او شیر آقا لالا تو که نماز خوانی، نماز تو بسیار خوبش است، نماز مولای ماجد تام خوبش نیست، از قاری صاحب هم خوبش نیست، فلانی نماز نخوان، هستی و نیستی تو هستی. باز تو دیگه غرور روان هستی که مست هستم و نیستم مست. نه، تو ببین که در 70 چند شعبه ایمان در چند تاش صفر گرفتی که در خیالش هم نیست. و عمل الصالحات، وقتی که اعمال صالحه کردیم آیا کفایت میکنه؟ میگه نه. و تواصی بالحق باید داشته باشی، تو باید حق بر دیگران برسانی. اگر تو در قسمت رساندن حق به تفاوتی کنی، بگی به من چی؟ باید ملاها بگوین من خود دکتر هستم، دکتر بر رساندن حق چی؟ من انجینیر هستم، مرا چی؟ تو وقتی گفتی مرا چی، سوره والعصر میگه تو سیکولر هستی، خود نمیفهمی که سیکولر هستی. الله میگه تبلیغ دین تنها وظیفه ملا و مولوی نیست، وظیفه هر انسان مسلمان است. والعصر ان الانسان لفی خسر، کدام انسان نجات پیدا میکنه که ایمان داشت و اعمال صالحه داشت و امی که اعمال صالحه داره و تواصوا بالحق است که باید این حق برای خود برای فامیلت برسانی. اول باید اعضای خانواده تو از تو نماز یاد بگیره، اعضای خانواده تو از تو اخلاق یاد بگیره. یک روز اگر پدر هستی از خانمت پرسان کو، از دخترکایت پرسان کو، از بچایت پرسان کو، بگو اگر در روز قیامت از شما پرسان شود یا اگر از شما کس پرسان کنه ائمه چطور از اخلاقم، اگر بچه هستی از مادر و پدرت پرسان کن، بگو مادر جان امی یک سوال خبر ما بگم، امی اخلاق ما چطور است؟ اگه باز برات گفت که بچه یک وقتی یک کسی بود خود خانه که میز خود از شاگردای خود پرسان کرده بود، استاد بود، از شاگردای خود پرسان کرده که همین مرا بگوین که همین اخلاق ما اخلاق پیغمبری است، اخلاق صحابه هست، 100% اخلاق دارم، چقدر دارم، نامتان نشته نکنین. من عجل گرفتگی می روه که میری زیر کش کردم که یک ورقک برآمد، این ورق از این نگاه کرده بود، در این ورق از این نوشته کرده که استاد محترم شما خودتان گفتین که نظر حقیقی تا نبتین و در سوال تانی بود که آیا اخلاق ما 100% است، 50% است، 20% است، اخلاق پیغمبر است، اخلاق صحابه هست، چطور است؟ جواب ما این است که شما هیچ انسان نیستین، هیچ اخلاق انسانی نداری، صدقه پیغمبر شوی، صدقه صحابه شوی. تو چطور خدا مقایسه میکنی با پیغمبر و با صحابه؟ تو اخلاق یک انسان عادی نداری. پس انسان مکلفیت داره از خانم خود پرسان کنی یک دفعه، بگوی دزلگی سره ما تا چون نمیری رکیب اخلاقی، برش میگه دزلگی سره نخپکیگی، تو خیلی انسان نیی، تو خود چه کور که داخلیگی، تو خود فرعونیه. در یک خانه رفتیم صدا کرد که آرام
کی است؟ گفت فرعون رسید. گفتیم فرعون کیست؟ گفت شیشک آمد. شیشک شوی خود شیشک نامش مانده بود. او شیشک که میکرد هوا و آتشو که هر کس دمورش آمد قلی ازو بزن، قلی ازو بزن، او رو کت لغت بزن. حال که سوال میکنم که یک نفر آمد، یک لنگی مبارک، یک ریش مبارک، یک لباس سفید، یک تسبیح در دستش، اما تروان است. اما شیر به یادم آمد که کار شیطان میکنی نامت ولی، گر ولی این است لعنت بر ولی. کدام پرندگک در روان بود، استاد بود، دید که یک نفر آمد خوب چپنک لوکس پوشیده، خوب لنگی هم داره، خوب ریش هم داره. دیگه پرنده گفت بپر. گفت نه این آدم سه که خوب آدم است، این کام است هیچ نپرید. گفت غرض نمیگیره دیگه، من خواهد آدمای لندغر میگروزم. این کمی نزدیک آمد دیگه کت لغت زد، بالش شکست. بردنش پیش قاضی. قاضی گفت برای باید جزا بدیم. پرنده گفت نه قاضی صاحب این جزا نتی. گفت خواهی چی کنم؟ گفت یک جزای دیگه بدی. امی لباس اسلامی را امی ریش چپتراش کل کو، امی لباس اسلامیش بکش که مردم سر زمین لباس از این بازی خورده، من قواری از این بازی داد، چهری از این بازی داد. پس وتواصوا بالحق، چند فیصد حق سر خود تطبیق کردی؟ اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن پرسان کردن یا ام المؤمنین یا عایشه الصدیقه، ای ام المؤمنین، ای عایشه صدیقه رضی الله عنها، ای کسی که پاکی و عفت تو با 14 آیت قرآن ثابت است و رسول الله صلی الله علیه و سلم همسر تو هست، چند نمرمیتی پیغمبر در اخلاق؟ کیف کان اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ ام المؤمنین میگه کان خلقه القرآن. رسول الله صلی الله علیه و سلم اخلاقش چی بود؟ قرآن بود. قرآن چی میگه؟ و اینک لعلی خلق عظیم. ای پیغمبر تو دارای اخلاق بسیار بزرگ هستی. برای رسول الله صلی الله علیه و قرآن چی میگه؟ فبما رحمت من الله لنت لهم. ای پیغمبر این رحمت الله هست که تو در یک قوم بسیار خشن و تند پیدا شدی، لکن الله تو را بسیار نرم ساخت. فبما رحمت من الله لنت لهم. رحمت الله هست را بسیار نرم ساخته. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر سنگ دل می بودی، تند زبان می بودی، دستت سر هر کس وار می کرد، لانفضوا من حولک، مردم از اطرافت فرار می کردن. فاعف عنهم، عفو کن مردم، واستغفر لهم، مغفرت بخوای برشان، و شاورهم فی الامر. و ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه کار میکرد مثل که یک فرد از ما کار میکردیم. یعنی وقتی که مزن استم تکمیم میدوختم، رسول الله صلی الله علیه و سلم هم تکمی خودم میدوخت، لباس خودم میدوخت. من اگر بوتا را سم میکردم ای هم سم میکرد. من اگر دیگ پخته میکردم رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دیگ پخته میکرد. یک روز در خانه امرای همسرت یا مادرت در کالاشوی سهم بگی، از فرعونیت برایی و امت حقیقی رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. و دیگر آره باز وقتی که خود اصلاح کردی و تواصوا بالحق. خانم عزیز یک خواهش از پیشت دارم، اگر تو به حجاب بگردی من دووس میشم. کلمه دیوث همین رو صبح مخواندم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در جنت داخل نمیشه. دیوث کی هست؟ گفت در قسمت دختر خود بی تفاوت از در مقابل ناموس خودش از دروازه میبرای، خانمش از کلکینچه. کجا بودی؟
لیلامی فروشی رفته بودم، خبر نداره، از دختر خود بیخبر، از خواهر خود بیخبر، از زن خود بیخبر، از مادر خود بیخبر. الله میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، قو انفسکم و اهلیکم نارا، شما خود و اعضای خانوادیتان از آتش دوزخ نجات بدید. و تواصوا بالحق، حق برش برسان. بعض برادرای ما که وقتی اینجا موبایل ها رو میمانن از خوشبختیشان است، میره همین درس بر خانم خود پلی میکنه. خانم جان اگر تو بی حیایی کنی، تو سرلچ بری، تو دی هتل مختلط بری، تو در مقابل کمره ها ظاهر شوی، فیشن کنی، وضعیت خراب تو رو ببینن، من هم به خاطر تو در دوزخ میرم. الله از پیش بپرسان میکنه کجا رفته بودی؟ نماز میخواندم. چرا نماز میخواندی؟ الله تو گفتی و اقیم الصلاه. الله میگه من برات گفتم یا ایها الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا، شما خود و خانوادیتون از آتش دوزخ وقایه کنین. و تو خودت کمره را گرفتی، ناموس خود فیلم برداری کردی و به مردم روانش کردی، و تو خودت زمینه یه زیر مساعد ساختی. آیا تنها امر مده اقیم الصلاه بود یا در این بود که تو خانوادیت از آتش دوزخ نگاه بکنی؟ پس و تواصوا بالحق، این حق برای بچه خود میرسانه، برای دختر خود میرسانه، برای خانم خود میرسانه، برای همکار خود میرسانه، برای همسایه خود میرسانه، با زبان شیرین رسول الله صلی الله علیه و سلم، با زبان شیرینی که زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. و وصیت میکنه اول خدا، اوصی نفسی، اول وصیت از خود شروع میشه و نفس خود. به صبر. صبر در چی هست؟ صبر گاهی در طاعت می باشه، گاهی در معصیت می باشه، گاهی در مصیبت. در طاعت اول نفس خدا، اول نفس خدا وصیت کن. آیا نمازت درست است؟ آیا نماز به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم خوندی؟ وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم آنقدر رکوع میکرد که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما فکر کردیم که غلط کرده، چرا سر خود از رکوع بلند نمیکنه؟ آنقدر سجده میکرد که ما حیران ماندیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ضعف نکرده باشه، این چقدر سجده کرده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز میگه من سوره قافه عزیزی که زیاد میخوان، من از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوره قافه حفظ کردم. آیا من نمازهای مثل نمازهای رسول الله صلی الله علیه و سلم هست؟ و تواصوا بالصبر، الصبر فی الطاعه. چرا غلط نماز میخوانیم؟ در طاعت که صبر نداشتی. چرا همین دکتر افغانستان ناکام است؟ به خاطر که در طاعت صبر ندارن. ما رفتیم پیش، میگن هندوستان وسایلش خوبش است، دروغ میگن. این وسایل افغانستان از وسایل از که خوبش هم بود. همین دکتر که شیشته از دکتر اون دو کده قوارش هم خوب لکس است، چکمکش هم خوب کٹ هست، نکتایگکش هم خوب، اما تو آخر استایل است. او را که سعی کنی یک کلاگه که کنه خراب، لکن اما اون دو صبر داره، مسلمان صبر نداره. مرا او دکتر که اما وسیله ر اینجی مامان عین ماشین مسائل کردم. اون ماشین مان این دکتر یعنی کسی که افغانیست ایرم یک دقیقه مان یک قسمی اخلاق خونه دیگه روی خودم طرف گرفته، ایره گرفته همچه فقط برای یک 5 ثانیه من کاغذه که تک 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 بگیر چی گپ است؟ قلب ازی خراب است. رفتم در هندوستان عین ماشین و دکتر این ماشین مان من برو 2 دقیقه بعد خلاص میشن. گفت نه 1 ساعت این قانون نشد. اینجا اگر باز اینجا اگر باز خوب سر قلب باز این اگر باز این اگر دیگر این دیگه حوصله نداشت در رگش نرساند. الله میگه و تواصوا بالصبر، اول صبر در اطاعت داشته باش. ما شما صبر در نماز داریم؟ اگر صبر در نماز می داشتیم در رکعت نماز در 5 دقیقه می خوندیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز صبر داشت، 2 رکعت نماز در نیم ساعت می خواند.
2 رکعت نماز در نیم ساعت میخوان. یک صحابی مبارک میگه وقت رسول الله قامت پیشین گفته شد، ما رفتم در بقیع الغرقد در مدینه منوره، کسایی که حج رفتن دیدن، از مسجد نبوی تا اونجا بسیار مسافه است. اونجا میگه ما رفتم، حاجت ما رفع کردم، وضو گرفتم، پس آمدم دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در رکعت اول نماز است. حالی که بخونی یکمک که تال بدی، او مردم یا قسم مردم پیدا شده، یا قسم مردم پیدا شده هیچ تو نماز میخواند، بابا و بابا کلان ما نخواد. باز دیگهش میشینه، باز چی میگه؟ میگه در وقت اعلی حضرت در شبهای ماه مبارک رمضان در هر اوتل یک کنسرت بود. خب او که در شبهای رمضان کنسرت باشه، نماز ترک یاد بده و تواصوا اول صبر در اطاعت، دوم صبر در معصیت. وقتی که گناه در مقابل آمد، جلال و عظمت خالق در مقابل چیه؟ در گناه حمله نکنی، اول فکر کنی. این سی دی که من میخرم، این کلیپ را که من از اینجا میگیرم، این مردای برهنه را که میبرم در خانه پلی میکنم، آیا من بیناموس نمیشم؟ این تلویزیون LCD را که ما بند کردیم که مادر اولادا قشتی کش سیل داره، بازو میاد چی سیل داری؟ باش که گفتم که اینی اندرتیکر امروز مسابقه را میبره. مادر اولادا که قشتی کج سیل کرد، باز آمده در محکمه ریزه داده که به چشم خود دیدیم. همشیره چرا طلاق میگیریم؟ میگه والا اصلا من که در تلویزیون دیدم آدمای چاق ای گنجش که چی کنم؟ من یک کتی گنجش گزاره کرده نمیتونم. اونه شوهر، اونه من یک شوهر بادی بلدر میگیرم، بازی شوهرش کلیش خم افتاده. برش گفتیم که سر تو لعنت الله لازم است. ما لعنتت نمیکنیم، لکن الله لعنت سرت میکنه. تو اگر ای آیت قرآن عمل میکردی که قو انفسکم و اهلیکم نارن، و اگر تو با سوره والعصر عمل میکردی که برای خانوادهت میگفتی و تواصوا بالحق، برش میگفتی حرام است، این ناروا هست، نظر کردن به طرف زنای مردای نامحرم. و تواصوا بالصبر، و صبر در مصیبت است. الله میگه که وقتی براتان مصیبت رسید، به عوضی که کلمات زشت از زبان شما خارج شود، صبر بکنین و حوصله بکنین. الله متعال بر ما و شما توفیق نصیب بکنه که مطابق فرموده های سوره والعصر عمل بکنیم. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.